اگه شما هم صبح از خواب بیدار میشید و شونه درد دارید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون قراره 3 تا تکنیک رو بهتون بگم که کاری بکنه که دیگه موقع بیدار شدن شونه درد نداشته باشید. اول از همه، خیلی از شونه دردها به خاطر اینکه ما معمولاً به یک سمت بیشتر میخوابیم. سعی کنیم طاق باز خوابیدن رو تمرین بکنیم که همین نکته باعث میشه خیلی از شونه دردهای ما و خشکی‌های صبحگاهی در شانه ما از بین بره. خیلی وقتها خیلی از افراد بارها و وسیله‌هاشون رو فقط با یک دست جابجا میکنن و همین باعث فشار بیش از حد به اون شانه میشه و موجب آسیب دیدگی و درد و خشکی صبحگاهی میشه. اما مورد سوم که یک مورد خیلی مهمیه، خیلی از ماها تو زندگیمون سبک نشستنمون اشتباهه و معمولا یک طرفه میشینیم و وزنمون رو روی یکی از شانه هامون میندازیم، چه در تاکسی، چه در قهوه خونه و چه روی مبل نشسته، و همین در یک بازه زمانی طولانی مدت موجب آسیب رسیدن به شانمون. حالا اگر میخوای نکات بیشتری در مورد مشکلات و آسیب‌های شانه بدونی، فقط کافیه کلمه شانه رو برای من کامنت کنی.